چرا وقتی برای چیزی پول دادی ولش نمی کنی؟ پول دادی؟ حتی وقتی میدونی انتخابت اشتباه بوده؟ اما چرا هنوز ادامه میدی؟ فرض کن 5 میلیون برای یک دوره دادی، بعد میفهمی چیزی بهت اضافه نمیکنه. با این حال ادامه میدی چون میگی پولش رو دادم، ولی پولت دیگه بر نمیگرده. اینجا ذهن یک تله میسازه، چون قبلا هزینه کردی فکر میکنی باید ادامه بدی تا ضررت جبران بشه، اما ادامه دادن پول قبلی رو بر نمیگردونه، فقط هزینه جدید میسازه. ضرر گذشته با ضرر بیشتر جبران نمیشه. این همون هزینه غرق شده است. چیزی که قبلا پرداخت کردی نباید دلیل تصمیم بعدیت باشه. سوال درست اینه: اگه امروز این پول رو نداشتم باز همین انتخاب رو میکردم؟ از صفر دوباره انتخاب کن. اما ذهن فقط با هزینه‌های گذشته ما رو فریب نمیده و این یکی موقع خرید اتفاق میفته. تو تا حالا به خاطر پولی که دادی به یک تصمیم بد ادامه دادی؟ کامنت بذار، قسمت بعد میگم چرا تخفیف گولمون میزنه.